ریا خیلی خطرناکه. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود اگر کسی بتونه، الله اکبر به این حدیث، اگر کسی بتونه تو دل شب جای پای نمل و مورچه ای را روی گردی که روی یک کاسه چینی و کاسه شیشه ای قرار گرفته و گرد گرفته، اگه تونستی تو دل شب جای پای مورچه رو ببینید، شما میتونید ریا رو تو اعمالتون ببینید. اینقدر غیر واضحه. یه وقت میبینی 30 سال ریاکار کردی اما خبر نداری، 40 سال ریاکاری نمیدونی. خیلی ریا مهمه. اگر ریاکار شدیم، روایت داریم ریا یعنی شرک، ریا یعنی خدای دوم. حالا اینا که ریاکارن نشونه ندارن، چرا؟ تو عبادتشون ریاش اینه نشونش. نمازی که تو مسجد میخونی جلو مردم با نمازی که تو خونه میخونی دوتا باش. حالا یه سال دوتا هست یعنی ها؟ هست. تو خونه وقتی میخونی 8 رکعت نماز ظهر عصر تو 1 دقیقه و 3 ثانیه. چرا؟ هنوز کله نیمده رو ما. سپله این یه سبحان الله بگی بازم وقت بیشتر میگی. هنوز نرفته رکوع مثل فنر. به قول روایت نقرن که نقر القراب، مثل کلاق نوک میزنی. این شده نماز خوندنم. اما تو مسجد از آن اقامه ولا زالین ریا. نمازه تو خونه مثلا ریاکار میشه بد نیست بگم، خودمون رو لو بدیم اشکال نداره. تو خونه که هستی به خانم بی احترام میکنه، اوی با تو هم. اما مهمون که میاد، عزیز دلم، مهربانم، جگر، عشقم، ای حقه باز ریاکار. جلو مامانش اجوری، تنها که از این طوری. این ریاکاریه. وقتی با رفیقاتون هستید رکیکترین حرفا رو بزنید و باکی نداشته باشید. تا یه غریبه میاد لفظ قلم حرف بزنید و او تو کشته، ریاکاری. و اگه حرف بده، خب چرا وقتی تنها هستید با رفیقت هستید میگی؟ اگه خوبه بذار اینم بشنوه که تو چه کلمات گوهرباری از دهان مبارکتون صادر میشه، بذار بقیه هم بفهمن. چرا تغییر میدی؟ ریاکاری، منافقی. مردم نگید اینا رو کسی نگفت. جلوی مدیر کل تو اداره تا کمر خم میشی، اما کنار کارمندت هرچی فحش بهش میدی. ریاکاری، منافقی، یا زنگی زنگ. سلمان فارسی شبا سلمان بود، روزا هم سلمان بود. تو خونه سلمان بود، تو کوچه هم سلمان بود. در بین رفیقاش سلمان بود، در بین مردم معمولی هم سلمان بود. ما تو کوچه سلمان فارسی هستیم اما تو خونه سلمان رشدی. هر دو سلمانن، اما این کجا؟ این میشه ریا. اگر جلو ریا و کبر رو گرفتی، شیطون رو به زنجیر کشوندی.